سلام متولدین پرشور و آتشین عنصر آتش. فال احساسی شما تو این دوره یه پیام روشن داره. دیگه صبر شما به پایان رسیده. اگه مدتیه که تو رابطه سردی بودید یا منتظر برگشت قاطعانه کسی هستید، انرژی آتش که میگه که در حال نزدیک شدن به شماست. این برگشت همراه با پشیمونی و اقدامی شجاعانه خواهد بود. طرف مقابل شما دیگه تحمل دوری رو نداره و تصمیمش رو گرفته. برای مجردها یک آشنایی بسیار پرحرارت و سریع تو محیط رسمی پیش میاد که شما رو به شدت هیجان زده میکنه. هشدار کوچیک: متولدین آتش باید مراقب باشن که دوباره به خاطر غرور این فرصت طلایی رو از دست ندن. قلب شما میدونه که این بار باید چه چیزی رو ببخشه و چه چیزی رو نه. شانس دوباره عشق برای شماست. سلام متولدین صبور و وفادار عنصر خاک. انرژی احساسی شما تو این دوره نوید آرامش بعد از طوفان و تصمیمات جدی رو میده. اگه مدتی بوده که تو رابطتون احساس ناامنی میکردین یا نسبت به آینده شک داشتین، این ابهامات کاملا برطرف میشه. آشتی شما یک آشتی پایدار و ریشه‌دار خواهد بود، نه یک آشتی موقت. برای متولدین خاک نشونه های بسیار قوی از پیشنهاد رسمی و ازدواج دیده میشه. اگه منتظر یک حلقه یا یک قدم جدی بودین، تو ماه آینده زمان تحقق این آرزو هستش. اگر منتظر برگشت کیس احساسیتون هستید، این برگشت کمی آهسته‌تر و با تفکر بیشتر اتفاق میفته، اما بسیار محکم و با قصد موندن خواهد بود. شما بالاخره ثبات احساسی رو که لایقش هستید رو به دست میارید. سلام متولدین منطقی و باهوش هوا. فال احساسی شما پر از پیام و گفتگوهای مهم. اگه مدتی احساس میکردین که با شریک عاطفیتون در حال جنگ کلمات هستین، حالا زمان رفع تمام سوء تفاهم‌ها با یک گفتگوی دلنشین و منطقی فرا رسیده. تو این دوره یه پیام عاشقانه غیرمنتظره یا یک تماس تلفنی حال خوب شما رو تضمین میکنه. این پیام یا تماس خبریه که مدت‌ها منتظرش بودید و باعث میشه دوباره با آینده رابطتون امیدوار بشید. برای مجردها آشنایی‌های جدید از طریق شبکه‌های اجتماعی یا در یک محیط آموزشی دیده میشه. این فرد کسیه که شما را میفهمه و از لحاظ فکری کاملا با شما همخونی داره. تنها کافیه برای برقراری ارتباط پیش قدم بشید و ذهنیت‌های منفی رو کنار بذارید. سلام متولدین عمیق و حساس آب. قلب من میگه که تو این دوره شما درگیر احساسات شدیدی از دلتنگی